الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله و اصحاب اجمعین. برادران و خواهران عزیز، از من سوال کردند که زمانی که پیامبر از دنیا گذشت او را کی غسل داد؟ یعنی کی او را، یعنی مرده شوی ها کیها بودند؟ و دوم اینکه او را مقصد قبرش کی کند؟ و سوم اینکه جنازه پیامبر کی خواند؟ برادران و خواهران عزیز، پیش از آنی که این سوال رو من از کتاب مولانا صفی الرحمن مبارک پوری با شما جواب گردانم، البته باید هر کدام ما دانیم که الله مهربان کل نفس ذائقة الموت گفت. هر نفری، هر کسی، خواه او پیامبر باشد، خواه او ملائکه ها باشند، یعنی خواه گویم از زمره پرنده ها، خواه حیوان ها، خواه مایه های بحر، همه اینها با خود اجل دارد. اینها هر کدام اینها با خود بگیم روز دارد که باید که مقصد جانشون الله مهربان قبض کند. زین لحاظ ای زمان حضرت آدم تا پیامبر ما و شما چی مقدار پیامبری که آمد، الله مهربان جان همه اینها را قبض کردگی است. و این خاطر ما الحال نگاه میکنیم که آیا جسدی خوشبوی و جسدی بسیار با ارزش و جسدی زیبای این پیغمبرمونه وقتی از دنیا گذشت کیها شستند؟ شما دانیم برادران عزیز که پیامبرمان روزی روزی دوشنبه از دنیا گذشتند. یعنی دوشنبه هم تولد شدند و دوشنبه هم از دنیا گذشتند. و همچنان در تولدش با طریق میلادی 569 570 میگن، وفاتش 632 یا 633، یعنی حضرت 63 سال عمر دیدگی هست. و آن کسانی که پیامبر شستند وقتی حضرت روز دوشنبه که گذشت، روز سه شنبه برادران عزیز و گرامی شستن مقصد پیامبر آغاز شد، زیرا که او روز بسیار یک روزی گویم یک روزی غم، یک روزی بسیار ماتم کلان، یعنی تا اون شستن پیامبر چقدر در بیرون مشورت ها، چقدر مردم آرام کردنی ها، از این لحاظ شستن پیغمبر بسیار وقتی زیادی را گرفت. برای همین روز چهارشنبه حضرت قریب قسمه های شب بود که میگه صداهای بیل بلند شدن. بعد روز چهارشنبه حضرت از بعدای پیشین او طرف، شاید ای بعد عصر او طرف بود، بعد حضرت در خاک گذاشتن، به خاطر که تمام مردم میخواستن که مقصد با پیامبر ودا گویم، با پیامبر مقصد پناه با خدا کنن. نفرهایی که پیامبر شستن برادران عزیز، پیامبر هیچ وقت مثل که ما و شما را لباس هامون میکشن، پیامبر با همون لباسش شستن. لباس هایی که در بر داشت با همون لباسش. شوینده هاش حضرت علی بود رضی الله عنه، دوم حضرت عباس بود، سوم دو تا فرزند حضرت عباس، یکی فضل دیگرش قسم نام داشت، و دو غلام آزاد شده، یکی به نام شکران، دیگر به نام اوس ابن خولی. برادران عزیز در ذهنتان بگیرید شوینده های پیامبرمون حضرت علی بود، حضرت عباس بود، دو تا فرزندش فضل، قسم، و دو تا غلام آزاد شده به نام شکران و به نام اوس ابن خولی. یعنی 6 نفر در شستن پیامبرمان برادران عزیز شرکت کردند.
و وقتی که پیامبر گذاشتن در مسئله در کجا را دفن کنند، در اینجا هم بینهاشون اختلاف ها و بینهاشون مقصد خیلی صحبت ها دراز دوام کرد و ابوبکر صدیق گفت از رسول خدا شنیدم که میفرمود که هر پیامبر در جایگاه وفاتش دفن می شود، یعنی در کجایی که حضرت پیامبر گذشت همونجا باید که مقصد قبرش کنده شود. از این لحاظ خانه ای که پیامبرمون گذشت ما میدونیم خانه عایشه مادرمون بود و بالای دست حضرت عایشه مادرمون دا گذشت و همچنان وقتی که فهمیدن که ابوبکر صدیق از رسول خدا شنید که در همون جایی که جان داده است باید در همون جا قبر شود، از این رو میگه ابو طلحه خب بستری را که آن حضرت بر او وفات یافت کنار زد و زیر آن را حفر کرد و بر قبر لحد ساخت. همون جایگاه که حضرت خواب بود که امروز اینا در مدینه منوره همون جایی که حاضر خواب است، همون را میگه بسترش ای طرف کردن و همون گویم زیر پاش بودگی را هم یک طرف کردن و همونجا را جناب ابو طلحه کند با طریق لحد کندن و حضرت در همونجا قبر در جا کردن. و جنازش چگونه خواندن؟ مردم میگه گروه های 10 نفره به حجره پیغمبر وارد می شدن و به آنی که کسی بر آن امامتی نماید بر آن حضرت نماز میت به جای آوردن. نخست خاندان و خویشاوندان پیامبر، سپس مهاجرین و سپس انصار و پس از آن کودکان، آنگاه زنان و بر اون حضرت نماز گذاردن. بعد این ترتیب تمامی سه شنبه و بیشتری چهارشنبه سپری شد. عایشه رضی الله عنها گفت که از دفن رسول اکرم آگاه نشدیم تا اینه که در تاریکی شبانگاه و در روایت دیگر در آخران ساعتهای شب چهارشنبه صدای بلها شنیده می شد. پس معناش همین که ابو طلحه لحد کندن و جنازش البته برای پیامبر که خودشان امام بودن، خودشان که پیشوا بودن، دیگه برای او کسی امام شدن حق نداشت. از این خاطر در خانهش که خانه میدعکی بود همون گنجایش 10 نفره که داشت می در آمد 10 کس خیلی که الحال گفته شید اول خویشاوندا آمدن نزدیکاش خوندن، بعدا مقصد مهاجرا خوندن، بعدا انصاری ها خوندن و بعدا مقصد زنها خوندن، بعدها کودکا خوندن. همه مقصد 10 نفر خونده تا بیگاهی چهارشنبه را گوییم که همه نمازها خوانده شد و همه با پیامبر پناه با خدا کردند و هر کسی برآمده در بیرون مردم آرام میکردند. از همه جهت مقصد مردم آگاهی را پیدا کردن و عایشه مادر ما گفت که همون تاریک شب چهارشنبه صدای بلها البته شنیده میشد. این بود برادران و خواهران عزیز درباره نفرهایی که کی شستند و کی قبر شکندند و کی مثال بر او جنازه خواندند. در اینجا یک نکته که دیگر هم از ناگفته نمانیم و ما باید دانیم که وفات پیامبر بالای دستای عایشه مادر ما شد و یکی از همان خصوصیت هایی که 10 خصوصیتی که حضرت عایشه میگه من با دیگر زنهای پیغمبر برتری داشتم، یکیش همین بود که حضرت در خاندان من گذشت و دیگر این که در بالای دستان من گذشت و دیگر این که وقتی که همون لحظه آخری از عمرش بود میگه بر من اشاره کرد که همون مسواک چوبی که حضرت دندانکاش را دائم پاک میکرد گفت همون را بگی بیار. دیگه حضرت قوت گپ زدن نداشت. وقتی میگه گرفته آوردم اشاره کرد که در دهنت مقصد ملایم کن. با گرفته همون را میگه ملایم کردم و بعدا حضرت میگه گرفت همون را در دندانهاش مالید و بعد همین گفت با رفیق اعلا با پروردگارش پیوست شد.
اینجا در مادر منایشه افتخار میکند که در آخران لحظه هم در دهان پیامبر آب دهن من بود. خدای مهربان خاتمه بخیر کنه و ایمانمون با سلامت نگه داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.